فصل 1 راجع به بازاریابی درباره تغییر مثبت صحبت میکنه. میگه بازاریابی دیگه فروش نیست، بلکه باعث یه تغییر مثبت توی زندگی مخاطبا باید باشه. میگه بازاریابا باید بیان یه داستانی مرتبط و مربوط بسازن که نیازهای عاطفی و اجتماعی مخاطبا رو برطرف کنه. فصل 1 پاتاگونیا به جای تمرکز صرف بر فروش لباس، داستان حول محور پایداری محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ساخته است. پاتاگونیا با کمپین‌هایی مثل این ژاکت را نخرید مخاطبان را تشویق می‌کند که کمتر مصرف کنند و فقط محصولاتی بخرند که واقعاً نیاز دارند. این پیام با ارزش‌های مشتریان هدف آنها، علاقه‌مندان به طبیعت و محیط زیست، همخوانی دارد. پاتاگونیا به تعهد به اهدای بخشی از سود خود به پروژه‌های زیست محیطی و استفاده از مواد بازیافتی اعتماد مخاطبان را جلب کرده است. این برند نه تنها لباس می‌فروشد، بلکه فرهنگی را ترویج می‌کند که مصرف مسئولانه و حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد. فصل 2 راجع به داستانگویی. میگه بازاریابا باید بیان یه سری داستان مرتبط و خوبی بسازن که مخاطب رو به خودشون جذب بکنه و اون مخاطب رو بخشی از اون داستان بکنن. برندا به جای اینکه بیان تبلیغات مستقیم انجام بدن، باید بیان یه ارزشی، یه هویتی رو منتقل کنن که با اون نیاز و آرزو و خواسته های مخاطباشون همراستا باشه. فصل 2 داستان برند بامباس. ما جوراب‌هایی تولید می‌کنیم که راحت، با کیفیت و هدفمند هستند. این برند در سال 2013 تأسیس شد و ایده اصلی آن از یک نیاز اجتماعی شکل گرفت. بنیانگذاران متوجه شدند که جوراب یکی از پرتقاضاترین اقلام در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها است. آنها تصمیم گرفتند برای هر جفت جورابی که می‌فروشند، یک جفت به افراد بی‌خانمان اهدا کنند. بامباس به جای تمرکز بر کیفیت محصول، داستانی حول تاثیر اجتماعی ساخته است که روی محصولاتش دوخته شده بهتر باش. شعار آنها یادآوری می‌کند که خریدشان تغییری مثبت در زندگی دیگران ایجاد می‌کند. این داستان حس همدلی و مشارکت در یک هدف بزرگتر را در مخاطبان برمی‌انگیزد. بازاریابی موفق زمانی اتفاق می‌افتد که برند به مخاطبانش هویت و احساس تعلق بدهد. با این داستانگویی مشتریان را به عنوان بخشی از مأموریت اجتماعی خود کمک به نیازمندان معرفی می‌کند. مشتریان نه تنها یک محصول با کیفیت می‌خرند، بلکه احساس می‌کنند در کاری معنادار شریک شدند. نتایج واقعی بامباس که بیش از 75 میلیون جفت جوراب به افراد بی‌خانمان اهدا کرده بود و تا سال 2023 این داستانگویی و تعهد به ارزش‌های اجتماعی باعث شد که این برند بدون تبلیغات پرهزینه و از طریق بازاریابی دهان به دهان و رسانه‌های اجتماعی رشد کند. فصل 3 بازاریابی به عنوان خدمت. میگه بازاریابی وقتی میتونه مؤثر و مفید باشه که بیای یه خدمتی رو به مخاطبات انجام بدی و با حل مشکل واقعیشون و برآورده کردن اون نیازهای مخاطب یه ارزشی رو به مخاطبت انتقال بدی. بازاریابی باید جوری باشه که مخاطب احساس کنه که برند داره بهش کمک میکنه تا به یه نسخه بهتری از خودش تبدیل بشه. برند گلوسیا. این برند آرایشی و مراقبت از پوست است که در مقایسه با غول‌های صنعت زیبایی کمتر شناخته شده است، اما به سرعت در بین مخاطبان خاص خود محبوبیت پیدا کرده است. گلوسیا خدمت به مخاطب به جای تبلیغ محصولات آرایشی به عنوان ابزاری برای تغییر ظاهر، روی تقویت اعتماد به نفس و زیبایی طبیعی تمرکز دارد. این برند با شعار پوستت را دوست داشته باش به مشتریانش خدمت می‌کند و محصولاتی ساده و کاربردی ارائه می‌دهد که به آنها کمک می‌کند احساس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند. گلوسیا ایجاد حس تعلق با تشویق مخاطبان به اشتراک گذاری روتین‌های مراقبت از پوست خود و انتشار تصاویر بدون فیلتر جامعه‌ای ایجاد کرده که در آن مشتریان احساس می‌کنند بخشی از یک جنبش برای پذیرش زیبایی طبیعی هستند. این رویکرد به مشتریان کمک می‌کند تا به نسخه‌ای اصیل‌تر و مطمئن‌تر از خودشان نزدیک شوند که دقیقاً با ایده گادین همخوانی دارد.
گلوسیر با این استراتژی بدون تبلیغات سنتی پرهزینه توانسته به یک برند چند صد میلیون دلاری تبدیل شود. این برند با تمرکز بر خدمت به مشتری از طریق محصولات ساده و ارتباطات شفاف و گوش دادن به نیازهای آنها وفاداری عمیقی ایجاد کرده است. این برند بازاریابی را به عنوان خدمتی به مشتریانش تعریف کرده و با حل نیازهای واقعی، اعتماد به نفس و سادگی در مراقبت از پوست و ایجاد حس تعلق توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کند. فصل 4 راجع به موقعیت یابی صحبت میکنه. میگه به جای اینکه بیای تلاش کنی برای جلب رضایت همه، بیا یه گروه کوچیکی از مخاطبان تمرکز کن که با ارزش‌ها و داستان‌های برند تو یه ارتباطی گرفتن. این گروه‌های کوچیک میتونه هسته اصلی مشتریان وفادار تو تشکیل بده. اینا میتونن برند شما را از طریق حمایت و تبلیغ دهان به دهان رشد بدن. برند لاش. این برند به محصولات آرایشی و بهداشتی دستساز طبیعی و بدون آزمایش روی حیوانات تمرکز دارد. لاش خود را به عنوان برندی معرفی کرده که برای مصرف کنندگانی طراحی شده که به پایداری محصولات بدون مواد شیمیایی مضر و اخلاق مدار اهمیت می‌دهند. به جای هدف قرار دادن کل بازار محصولات آرایشی، لاش روی گروه خاصی از مشتریان تمرکز کرده است. افرادی که به محیط زیست، شفافیت در تولید و محصولات طبیعی اهمیت می‌دهند. لاش به جای رقابت با برندهای بزرگ که محصولات ارزان‌تر و صنعتی تولید می‌کنند، روی جامعه‌ای کوچکتر از مشتریان وفادار تمرکز کرده است. این مشتریان که اغلب طرفدار محیط زیست و سبک زندگی پایدار هستند، نه تنها محصولات لاش را می‌خرند، بلکه به عنوان سفیران برند داستان آن را با دیگران به اشتراک می‌گذارند. لاش با استفاده از بسته‌بندی‌های قابل بازیافت، شفافیت در مواد اولیه، مثلا ذکر دقیق ترکیبات روی محصولات و کمپین‌هایی مثل حمایت از حقوق حیوانات، توانسته با این گروه خاص ارتباط عاطفی و قوی برقرار کند. برای مثال کمپین چریتی پاس بخشی از درآمد فروش یک محصول خاص را به سازمان‌های خیریه اهدا می‌کند که مستقیما با ارزش‌های مخاطبان هدفشان همخوانی دارد. لاش با تمرکز بر این بازار کوچک اما وفادار توانسته بدون تبلیغات گسترده از طریق فروشگاه‌های تجربی که تجربه بصری و بویایی منحصر به فردی ارائه می‌دهد و بازاریابی دهان به دهان رشد کند. این برند در بیش از 49 کشور فروشگاه دارد و جامعه جهانی هم مشتریان وفادار را ساخته است. فصل 5 راجع به اعتماد و اجازه صحبت می‌کنه. میگه بازاریابی موفق پایش بر اساس اعتماد مخاطبان و کسب اجازه از اونهاست برای یه ارتباط ماندگار. میگه به جای اینکه بیای یه تبلیغات یک طرفه انجام بدی، بیا یه رابطه‌ای بر اساس رضایت و اعتماد با مشتریات بساز، طوری که مخاطب با اختیار خودش بیاد با برند تو تعامل کنه. برند کانورتیک یک پلتفرم بازاریابی ایمیلی است که برای سازندگان محتوا، بلاگرها و کسب و کارهای کوچک طراحی شده است. به جای استفاده از تبلیغات تهاجمی روی ارائه محتوای ارزشمند تمرکز دارد. آنها وبینارهای رایگان، آموزش‌های جامع و مقالات وبلاگی ارائه می‌دهند که به سازندگان محتوا کمک می‌کنند تا مخاطبان خود را بهتر مدیریت کنند. این محتوا به کاربران نشان می‌دهد که کانورتیک واقعاً به موفقیت آنها اهمیت می‌دهد و نه صرفاً فروش محصول. کانورتیک از مدل بازاریابی مبتنی بر اجازه استفاده می‌کند. آنها کاربران را تشویق می‌کنند تا به صورت داوطلبانه در خبرنامه‌هایشان ثبت نام کنند. این خبرنامه‌ها پر از نکات کاربردی، مطالعات موردی و راهنماهایی هستند که مستقیماً به نیازهای مخاطبان مثل افزایش تعامل با ایمیل پاسخ می‌دهند. کاربران با رضایت خود این ارتباط را ادامه می‌دهند چون ارزش واقعی را دریافت می‌کنند. کانورتیک با ارائه ابزارهای ساده و کاربرپسند برای سازندگان محتوا به آنها کمک می‌کند تا ایمیل‌های شخصی سازی شده و معنادار برای مخاطبان خود بفرستند. این رویکرد نه تنها اعتماد کاربران به برند را تقویت می‌کند، بلکه به مشتریان آنها کمک می‌کند تا به مخاطبان خودشان
خودشان رابطه مبتنی بر اعتماد بسازند. کانورسکیت از زمان تأسیس در سال 2013 با تمرکز بر این مدل بازاریابی به بیش از 600,000 سازنده محتوا خدمت‌رسانی کرده و به یک پلتفرم چند میلیون دلاری تبدیل شده است. این رشد عمدتاً از طریق بازاریابی دهان به دهان و توصیه‌های کاربران وفادار اتفاق افتاده است که دقیقاً با ایده گادین درباره اعتماد و اجازه همخوانی دارد. فصل 6 راجع به شبکه‌ها و قبیله‌ها صحبت می‌کنه. میگه بازاریابی موفق با رهبری یک قبیله شروع میشه. بیا گروهی از افراد رو که ارزش‌ها، علایق، هدف مشترکی رو دارن دور هم جمع کن. اینجاست که برند تو به عنوان تحصیل کننده ارتباط بین اون اعضای قبیله عمل میکنه و به اونها حس تعلق و هویت میده. برند پلتون یک برند تجهیزات ورزشی و کلاس‌های آنلاین تناسب اندام است. پلتون یک جامعه‌ای از علاقه‌مندان به تناسب اندام ایجاد کرده که حول تجربه ورزش در خانه متحد شده‌اند. این برند با ارائه کلاس‌های آنلاین زنده و تعاملی کاربران را تشویق می‌کند تا نه تنها ورزش کنند بلکه با یکدیگر و اعضای جامعه پلتون ارتباط برقرار کنند. اعضای این قبیله اغلب خود را پلتون ارز می‌نامند و در شبکه‌های اجتماعی و کلاس‌های مجازی با یکدیگر تعامل دارند. پلتون با استفاده از مربیان کاریزماتیک و کلاس‌های انگیزشی نقش یک رهبر قبیله را ایفا می‌کند. مربیان پلتون مانند راهنماهای قبیله عمل می‌کنند که اعضا را تشویق می‌کنند تا به اهداف تناسب اندام خود برسند. برای مثال در کلاس‌های زنده مربیان به صورت مستقیم با کاربران تعامل می‌کنند و حتی به آنها تشویق خصوصی می‌دهند که حس تعلق را تقویت کنند. پلتون از طریق ویژگی‌هایی مثل تابلوی امتیازات در کلاس‌های آنلاین کاربران را به رقابت دوستانه با یکدیگر تشویق می‌کند. همچنین گروه‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های فیسبوک یا هشتگ‌های اینستاگرامی به اعضا اجازه می‌دهد داستان‌های موفقیت و نکات ورزشی و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. پلتون از زمان تأسیس در سال 2012 توانسته جامعه‌ای چند میلیونی از کاربران وفادار ایجاد کند. این برند در دوران همه‌گیری کرونا رشد چشمگیری داشت، زیرا قبیله آنها به افرادی که به دنبال راه‌های جدید برای ورزش در خانه بودند حس هویت و انگیزه داد و تا سال 2023 پلتون بیش از 6 میلیون عضو در پلتفرم خود داشت که بخش بزرگی از رشد آنها به دلیل وفاداری این قبیله بود. فصل 7 راجع به وضعیت و وابستگی صحبت میکنه. میگه انسان‌ها به دنبال یه جایگاه اجتماعی هستند که احساس کنن که جزئی از یک گروه هستند که هویت و ارزش‌های اونا رو میاد براشون تقویت میکنه. میگه بازاریابا باید بیان این نیازهای عمیق رو درک کنن، یه محصول یا خدمتی رو به مشتریاشون ارائه کنن که بتونن مشتریا با اون جایگاه اجتماعی خودشون رو بهتر کنن یا اینکه احساس کنن جزئی از یک گروه خاص هستن. برند آلبرتس یک برند کفش و پوشاک که بر پایداری و راحتی تمرکز دارد. آلبرتس خود را به عنوان برندی معرفی کرده که برای افرادی طراحی شده که به پایداری محیط زیست، مینیمالیسم و انتخاب‌های آگاهانه اهمیت می‌دهند. پوشیدن کفش‌های آلبرتس که از موادی مثل پشم مرینوس یا پلاستیک بازیافتی ساخته شده‌اند و به مشتریان این امکان را می‌دهد که جایگاه اجتماعی خود را به عنوان افرادی آگاه به محیط زیست و مدرن نشان دهد. این کفش‌ها به نمادی از ارزش‌های پایدار و ثبات و زندگی ساده اما شیک تبدیل شده‌اند. آلبرت جامعه‌ای از مشتریان ایجاد کرده که به ارزش‌های مشترک، پایداری و راحتی باور دارند. این برند از طریق کمپین‌های بازاریابی و شبکه‌های اجتماعی داستان‌هایی درباره تأثیر مثبت زیست محیطی خود به اشتراک می‌گذارد که به مشتریان حس تعلق به یک جنبش بزرگتر را می‌دهد. آلبرت با انتشار اطلاعات شفاف درباره ردپای کربن محصولاتش مشتریان را به عنوان بخشی از گروهی معرفی می‌کند که برای آینده‌ای سبز تلاش می‌کنند. آلبرت به جای رقابت مستقیم با برندهای بزرگ کفش ورزشی روی گروه خاصی از مصرف کنندگان تمرکز کرده که به دنبال محصولاتی با طراحی ساده، راحت و سازگار با محیط زیست هستند.
این برند با شعار راحتی پایدار و طراحی‌های مینیمال به مشتریان کمک می‌کند تا هم احساس تمایز کنند و هم به جامعه‌ای از افراد همفکر متصل شوند. آلبرت از زمان تأسیس در سال 2014 به سرعت رشد کرده و تا سال 2023 به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار رسیده. این موفقیت تا حد زیادی به توانایی برند در جذب مشتریان بستگی داشت که می‌خواهند با انتخاب‌هایشان هویت و ارزش‌های خود را نشان دهند. مشتریان آلبرت اغلب در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخاب این برند به عنوان بخشی از سبک زندگی پایدار خود صحبت می‌کنند که نشان دهنده وابستگی قوی به قبیله این برند است. فصل 8 راجع به داستان و تنشه. میگه بازاریابی باید بیاد یه داستانی رو تعریف کنه که تو مخاطبش تنش ایجاد کنه. این تنش باید مخاطب رو به سمت اقدام و تصمیم گیری حرکت بده. این داستان باید انقدری معتبر باشه که به مخاطب انگیزه بده تا از وضعیتی که الان توش هست به سمت وضعیت مطلوبی که ما میخوایم حرکت کنه. فصل 8 برند واپ، یک برند فناوری پوشیدنی که دستگاه‌های ردیاب، تناسب اندام و سلامت تولید می‌کند. واپ داستانی حول بهینه‌سازی عملکرد انسانی ساخته است. این برند به جای تمرکز صرف بر ردیابی قدم‌ها یا کالری روی ارائه داده‌های عمیق درباره خواب، ریکاوری و استرس تمرکز دارد. داستان واپ این است که با شناخت دقیق بدن خود می‌توانید بهترین نسخه از خودتان باشید. این داستان برای ورزشکاران، مدیران پرمشغله و افرادی که به دنبال بهبود عملکردشان هستند جذاب است. واپ با نشان دادن شکاف بین وضعیت کنونی مخاطب و عدم آگاهی کامل از سلامت و عملکرد بدن و وضعیت مطلوب زندگی سالمتر و عملکرد بهتر تنش ایجاد می‌کند. برای مثال این برند از طریق اپلیکیشن خود داده‌هایی مثل امتیاز ریکاوری ارائه می‌دهد که به کاربران نشان می‌دهد که آیا بدنشان آماده فعالیت سنگین است یا نیاز به استراحت دارد. این اطلاعات در کاربر تنشی مثبت ایجاد می‌کند. آیا امروز به اندازه کافی آماده‌ام؟ آیا می‌توانم بهتر عمل کنم؟ واپ با استفاده از داستان‌های واقعی از ورزشکاران حرفه‌ای که از این دستگاه برای بهبود عملکردشان استفاده کرده‌اند، مخاطبان را به اقدام ترغیب می‌کنند. این داستان‌ها به کاربران نشان می‌دهد که با استفاده از واپ آنها هم می‌توانند به سطح بالاتری از عملکرد برسند که این حس انگیزه و اشتیاق را تقویت می‌کند. واپ از زمان تأسیس در سال 2012 با تمرکز بر این داستان و تنش توانسته جامعه‌ای از کاربران وفادار به ویژه در میان ورزشکاران و افراد متمرکز بر سلامت را ایجاد کند. این برند بدون تبلیغات سنتی گسترده و از طریق بازاریابی دهان به دهان و همکاری با ورزشکاران حرفه‌ای رشد کرده و تا سال 2023 به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. فصل 9 میگه مردمی مثل ما کارهایی مثل این انجام میدن. میگه بیا به مخاطبات نشون بده با پیوستن به برند یا محصول ما بخشی از هویت این گروه میشی. برند اوتر وایسز داستانی حول فعالیت برای لذت نه رقابت ساخته شده است. شعار آنها doing think است که به معنای لذت بردن از فعالیت‌های روزمره مثل پیاده‌روی، یوگا یا دویدن آرام است و نه صرفاً ورزش‌های سنگین حرفه‌ای. این برند به مخاطبان خود به ویژه جوانان و افرادی که به سبک زندگی فعال و غیر رقابتی علاقه دارند هویتی می‌دهد. ما کسانی هستیم که برای لذت حرکت می‌کنیم. اوتر وایسز با برگزاری رویدادهای محلی مثل جلسات دویدن گروهی، کلاس‌های یوگا و فعالیت‌های اجتماعی با عنوان Doing Thing جامعه‌ای از افراد همفکر ایجاد کرده است. این رویدادها به مشتریان این حس را می‌دهد که با پوشیدن لباس‌های اوتر وایسز به گروهی تعلق دارند که ارزش‌های مشابهی مثل لذت، سلامتی و جامعه محوری دارند و در شبکه‌های اجتماعی مشتریان با اشتراک گذاری تصویر خود با هشتگ Doing Thing این هویت گروهی را تقویت می‌کنند. اوتر وایسز به جای تمرکز بر تبلیغات سنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای
حضوری مشتریان را تشویق می‌کند تا بخشی از این جنبش باشند. این برند با طراحی لباس‌های ساده، رنگارنگ و راحت به مشتریان کمک می‌کند تا احساس کنند بخشی از سبک زندگی فعال و شاد هستند و نه صرفاً خریدار یک محصول. آوتر وایسز از زمان تأسیس در سال 2014 توانسته جامعه‌ای وفادار از مشتریان بسازد که به طور فعال در رویدادها و شبکه‌های اجتماعی این برند مشارکت می‌کنند. اگرچه این برند در سال‌های اخیر با چالش‌های مالی مواجه شده، اما موفقیت اولیه آن در ایجاد یک قبیله وفادار نمونه‌ای قوی از اجرای ایده گادین است. این برند با تمرکز بر هویت گروهی توانسته تا سال 2020 به ارزش بیش از 100 میلیون دلار برسد. فصل 10 راجع به تعهد و ثبات صحبت میکنه. میگه بیا با ایجاد یه تعهدات کوچیک اولیه مخاطبات رو به سمت یه اقدام بزرگتر و وفاداری بلند مدت هدایت کن. این فراینده به اعتماد و ایجاد یه ارتباط پایدار با مشتریت بستگی داره. دیولینگو یک اپلیکیشن یادگیری زبان که به صورت رایگان در دسترس است. دیولینگو کاربران را با یک تعهد کوچک شروع می‌کند. انجام درس‌های کوتاه و روزانه 5 تا 10 دقیقه برای یادگیری زبان. این درس‌ها ساده، سرگرم کننده و بازیگونه طراحی شده‌اند تا کاربران به راحتی شروع کنند. این تعهد اولیه کم هزینه، رایگان و کوتاه باعث می‌شود کاربران به راحتی وارد فرآیند شوند. دیولینگو از مکانیزم‌هایی مثل رگه‌های یادگیری استفاده می‌کند که کاربران را تشویق می‌کند هر روز درس بخوانند تا رگه خود را حفظ کنند. این ویژگی از تمایل طبیعی افراد به حفظ ثبات در رفتارشان بهره می‌برد. برای مثال وقتی کاربری می‌بیند که 30 روز متوالی درس خوانده و انگیزه قوی‌تری برای ادامه دادن دارد تا اینکه این رگه را از دست ندهد. دیولینگو با ارسال اعلان‌های شخصی سازی شده مثل یادآوری‌های دوستانه از طرف جغد سبز معروفش و ارائه پاداش‌های درون برنامه‌ای مثل امتیاز یا نشانه‌ها کاربران را به ادامه استفاده تشویق می‌کند. این برند همچنین با ارائه نسخه پولی به کاربران که تعهد بیشتری نشان داده‌اند امکان دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته را می‌دهد که نمونه‌ای از تبدیل تعهد اولیه به وفاداری بلند مدت است. دیولینگو از زمان تأسیس در سال 2011 توانسته بیش از 500 میلیون کاربر در سراسر جهان جذب کند. این اپلیکیشن با استفاده از مکانیزم‌های تعهد و ثبات کاربران را به یادگیری مداوم زبان ترغیب کرده و بسیاری از آنها به نسخه پولی روی آوردند. موفقیت دیولینگو تا حدی به این دلیل است که توانسته عادت یادگیری روزانه را در کاربران نهادینه کند که کاملا با ایده گادین همراستا است. فصل 11 راجع به جهانبینی و هویت صحبت میکنه. میگه بازاریابی با جهانبینی. حالا جهانبینی یعنی چی؟ یعنی که اون باورها، ارزشها، علایق مخاطبت همراستا باشی. میگه به جای اینکه بیای سعی کنی، هزینه کنی، اون باورهای مردم رو تغییر بدی، بیا با یه گروه خاصی از مخاطبا که اون هویت و جهانبینیشون با برند تو همراستا هست، اون محصول و خدمت تو ارائه کن. این باعث میشه که حتی باورای اونا تقویت بشه و اونا به برند تو هم وفادار بشن. تامز یک برند کفش و پوشاک که به خاطر مدل کسب و کار اجتماعی شناخته شده است. تامز روی افرادی تمرکز کرده که جهانبینی آنها حول مسئولیت اجتماعی، کمک به دیگران و مصرف آگاهانه شکل گرفته است. این مخاطبان به برندهایی که ارزش می‌گذارند که فراتر از سودآوری تأثیر مثبتی بر جهان دارند. تامز با مدل یکی بخر یکی بده مستقیما به این جهانبینی متصل می شود. به ازای هر جفت کفش خریداری شده یک جفت کودکی نیازمند اهدا می شود. تامز به مشتریانش این امکان را می دهد که با خرید محصولاتش هویت خود را به عنوان افرادی دلسوز و آگاه به مسائل اجتماعی تقویت کنند. این برند با داستانگویی درباره تأثیر اهدایی‌هایش مثلا کمک به کودکان در مناطق محروم به مشتریان این حس را می‌دهد که با هر خرید بخشی از یک جنبش بزرگتر برای تغییر مثبت هستند. تامز به جای تلاش برای متقاعد کردن همه به خرید کفش‌هایش روی گروهی تمرکز کرده که به ارزش‌های اجتماعی و پایداری اهمیت می‌دهند. برای مثال این برند از مواد پایدار استفاده می‌کند و کمپین‌هایی برگزار می‌کند که مسائل اجتماعی مثل دسترسی به آموزش یا آب تمیز را برجسته می‌کند. جهانبینی مخاطبانش همراستا است. تامز از زمان تأسیس در سال 2006
بیش از 100 میلیون جفت کفش به افراد نیازمند اهدا کرده است و توانسته جامعه‌ای وفادار از مشتریان بسازد که به مأموریت اجتماعی این برند باور دارند. این موفقیت تا حد زیادی به دلیل همراستایی تامز با جهانبینی مشتریانش است که آنها را به سفیران برند تبدیل کرده است. فصل 12 میاد راجع به قیمت گذاری و ارزش صحبت میکنه. میگه قیمت فقط یه عدد نیست، یه نشونه از ارزشیه که برند مشتریاش میذاره. میگه ارزش واقعی محصول یا اون خدمت رو باید جوری منتقل کنید که قیمت گذاری با انتظار مشتریاتون همراستا باشه. میگه برندها باید بیان یه خلق ارزشی رو درست کنن که مشتری حاضر باشه بابت اون ارزشی که داری بهش میدی، اون تمایزه هزینه کنه. برند وری پارکر یک برند عینک که به صورت آنلاین و حضوری فعالیت می‌کند. وری پارکر با ارائه عینک‌هایی با کیفیت و شیک با قیمت بسیار پایین‌تر از برندهای سنتی، اغلب بین 95 تا 105 دلار، ارزشی واضح به مشتریان ارائه می‌دهد. این برند با حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم به مصرف کننده توانسته هزینه را کاهش دهد و این مزیت را به صورت قیمت‌های مقرون به صرفه به مشتریان منتقل کند. گاردین در فصل 12 تاکید می‌کند که قیمت باید بازتاب دهنده ارزش درک شده توسط مشتری باشد و وری پارکر این را با ارائه کیفیت بالا در قیمت مناسب اجرا می‌کند. وری پارکر به مشتریان نشان می‌دهد که چرا عینک‌هایش مقرون به صرفه هستند و با توضیح اینکه هزینه‌های اضافی مثل برندینگ لوکس یا واسطه‌ها را حذف کرده است. آنها همچنین برنامه‌های امتحان در خانه را ارائه می‌دهند که به مشتریان اجازه می‌دهند 5 فریم عینک را به صورت رایگان در خانه امتحان کنند. این ویژگی ارزش را افزایش می‌دهد زیرا خطر خرید آنلاین عدم اطمینان از تناسب عینک را کاهش می‌دهند. وری پارکر از مدل یکی بخر یکی اهدا کن استفاده می‌کند که به مشتریان حس می‌دهد که با خریدشان به هدفی بزرگتر کمک می‌کنند. این ارزش اجتماعی باعث می‌شود مشتریان احساس کنند پولشان نه تنها برای یک محصول با کیفیت بلکه برای یک تاثیر مثبت خرج شده است. فصل 13 راجع به قیف بازاریابی صحبت میکنه. میگه بیا با ایجاد اعتماد و تنش مثبت مخاطب تو از مرحله آگاهی به سمت تعهد و اقدام ببر. قیف بازاریابی درباره جلب اعتماد در هر مرحله صحبت میکنه، از اولین تماس تا تبدیل شدن به یه مشتری وفادار. حالا تنش مثبت یعنی اینکه بیای یه راه حلی برای یه مشکلی ارائه بدی یا اینکه مثلا برای رسیدن به یه هدف خاصی که حالا مشتری دنبالشه یا توی ذهنشه. برند کاسپر یک برند تشک و محصولات خواب که به صورت آنلاین فعالیت می‌کند. کاسپر با ارائه محتوای آموزشی مانند مقالات وبلاگی درباره اهمیت خواب و راهنمای انتخاب تشک مناسب مخاطبان را در مرحله آگاهی جذب می‌کند و این محتوا به مشتریان بالقوه کمک می‌کند تا بدون احساس فشار فروش با برند آشنا شوند و به آن اعتماد کنند. تنش مثبت در میانه قیف. کاسپر با ارائه سیاست 100 شب امتحان رایگان تنش مثبتی ایجاد می‌کند. این سیاست به مشتریان اطمینان می‌دهد که می‌توانند تشک را در خانه امتحان کنند و اگر راضی نبودند آن را برگردانند. آیا این تشک برای من مناسب است؟ با تضمین بازگشت رایگان و ارسال آسان مخاطبان را به سمت خرید سوق می‌دهد. تعهد در پایین قیف. کاسپر با ارائه خدمات مشتریان عالی، گارانتی طولانی مدت و تجربه خرید ساده اعتماد را در مرحله نهایی قیف تقویت می‌کند. مشتریان پس از خرید تشویق می‌شوند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند که این بازخوردها به جذب مشتریان جدید کمک می‌کند. فصل 14 میاد راجع به سازماندهی و رهبری جنبش صحبت می‌کنه. میگه بازاریابی فقط فروختن محصول نیست. باید بتونی یه جنبش یا یه تغییر اجتماعی رو درست کنی که آدما حول محور این ایده یا این هدفه دور هم جمع بشن، با هم متحد بشن. حالا تویی که برندی باید بیای به عنوان این رهبر این جنبش رو سازماندهی کنی. برند 7 جنریشن یک برند محصولات پاک کننده خانگی و مراقبت شخصی که بر پایداری و سلامت محیط زیست تمرکز دارد. 7 جنریشن بخشی از جنبش بیکراپ است که شرکت‌ها را به تعهد به پایداری، شفافیت و مسئولیت اجتماعی تشویق می‌کند. این برند با تولید محصولاتی بدون مواد شیمیایی مضر،
و بسته‌بندی‌های قابل بازیافت جنبشی را رهبری می‌کند که مصرف‌کنندگان را به انتخاب‌های مسئولانه برای محیط زیست دعوت می‌کند. شعار آنها برای نسل هفتم آینده فکر کن به این جنبش هویت می‌دهد. مشتریان را به عنوان بخشی از جنبشی معرفی می‌کند که به سلامت سیاره و نسل‌های آینده اهمیت می‌دهد. آنها با کمپین‌هایی مثل آموزش درباره تأثیر مواد شیمیایی خانگی بر محیط زیست مخاطبان را به مشارکت در این جنبش تشویق می‌کنند. این برند نه تنها محصولات پایدار تولید می‌کند، بلکه به طور فعال در سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی مشارکت دارد، مانند لابی برای قوانین سختگیرانه‌تر درباره مواد شیمیایی، و این اقدام به مشتریان این حس را می‌دهد که با خرید 7 جنریشن در یک تغییر بزرگتر شریک هستند. فصل 15 میگه کیفیت به جای کمیت. میگه به جایی که بیای با یه محصول متوسط تعداد زیادی مشتری رو جذب کنی، به جاش بیا با یه محصول خوب و با کیفیت یه گروه خاصی از مشتریان وفادار رو تشکیل بده. این کیفیت خوبه باعث وفاداری مشتریات میشه و در نهایت برات بازاریابی دهان به دهان میاره. برند مونوس یک برند چمدان و لوازم سفر که بر طراحی مینیمال و کیفیت بالا تمرکز دارد. مونوس به جای تولید انبوه چمدان‌های ارزان قیمت روی ساخت چمدان‌هایی با مواد با دوام مثل پلی‌کربنات درجه 1 و چرم وگان و طراحی زیبا تمرکز کرده است. هر محصول با دقت طراحی شده تا تجربه سفری لوکس اما مقرون به صرفه ارائه دهد. این تمرکز بر کیفیت مونوس را از برندهای ارزان قیمت متمایز می‌کند. مونوس به جای هدف قرار دادن همه مسافران روی گروهی از مشتریان تمرکز کرده که به طراحی مینیمال، دوام و پایداری اهمیت می‌دهند. آنها با ارائه تعداد محدودی محصول با کیفیت بالا به جای تنوع گسترده توانستند اعتماد مشتریان را جلب کنند که به دنبال تجربه‌ای متمایز هستند. کیفیت بالای محصولات مونوس مثل چمدان‌هایی با چرخ‌های بی صدا و گارانتی مادام‌العمر باعث شده که مشتریان به طور طبیعی در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات روزمره درباره این برند صحبت کنند. این بازاریابی ارگانیک نتیجه مستقیم تاکید بر کیفیت است، همانطور که گادین در این فصل پیشنهاد می‌کند. فصل 16 راجع به شبکه اجتماعی و قبیله صحبت میکنه. میگه شبکه اجتماعی یه ابزار قدرتمند برای آشنایی با اعضای قبیله و تقویت اون حس تعلقه. میگه به جای اینکه انقدر بیای تبلیغات مستقیم انجام بدی، بیا با ایجاد یه سری ارتباطای عمیق و معنادار و ترویج گفتگو بین اعضای قبیله تمرکز کن. برند گلاسیر از اینستاگرام و توییتر برای ایجاد مجموعه‌ای از طرفداران زیبایی طبیعی استفاده کرده است. آنها با تشویق مشتریان به اشتراک گذاری روتین‌های مراقبت از پوست و تصاویر بدون فیلتر با هشتگ‌هایی مثل گلاسیرگل حس تعلق به یک قبیله را تقویت می‌کنند. این قبیله افرادی هستند که به سادگی، اصالت و زیبایی طبیعی اهمیت می‌دهند. به جای تبلیغات سنتی با مخاطبانش در شبکه‌های اجتماعی گفتگو می‌کنند و برای مثال آنها از نظرات و بازخوردهای مشتریان در اینستاگرام برای توسعه محصولات جدید استفاده می‌کنند، مثل بالم لب که از درخواست‌های مشتریان الهام گرفته شده است. این تعامل باعث می‌شود مشتریان احساس کنند بخشی از فرآیند خلق برند هستند. گلاسیر با برگزاری رویدادهای آنلاین مثل لایف‌های اینستاگرام با حضور میکاپ آرتیست‌ها و انتشار محتوای تولید شده توسط کاربران اعضای قبیله را به هم متصل می‌کند. این رویکرد به مشتریان حس می‌دهد که بخشی از یک جنبش زیبایی هستند و نه صرفاً خریدار یک محصول. فصل 18 راجع به مستقیم در برابر غیر مستقیم صحبت میکنه. میاد تفاوت بین بازاریابی مستقیم و غیر مستقیم رو میگه بازاریابی مستقیم میاد با تبلیغات هدفمند به فروش فوری میرسه، ولی بازاریابی غیر مستقیم میاد با داستان گفتن یه اعتماد بلند مدت ایجاد میکنه. بازاریابی غیر مستقیم دنبال یه روابط پایدار و تاثیرگذاری بلند مدته، چون اینجوری میتونه اعتماد و وفاداری مشتریان رو به خودش زیاد کنه. برند یتی یک برند تولید کننده محصولات فضای باز مانند یخدان‌ها و بطری‌های عایق‌دار. یتی به جای استفاده از تبلیغات مستقیم و تهاجمی مانند تخفیف‌های بزرگ و بنرهای تبلیغاتی روی داستانگویی و ایجاد ارتباط عاطفی با مشتری
مشتریان تمرکز کرده است. آنها داستان‌هایی از ماجراهای واقعی مشتریان مثل ماهیگیران، شکارچیان یا کوهنوردان را در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت خود به اشتراک می‌گذارند که نشان می‌دهد محصولات یتی چگونه در شرایط سخت عملکردی استثنایی دارند. این داستان‌ها حس ماجراجویی و دوام را منتقل می‌کنند. یتی با تأکید بر کیفیت بالای محصولات مثل یخدان‌هایی که یخ را برای روزها نگه می‌دارند به مشتریان نشان می‌دهد که ارزش سرمایه‌گذاری را دارند، حتی اگر قیمت بالاتری داشته باشند. این رویکرد غیر مستقیم اعتماد ایجاد می‌کند، زیرا مشتریان احساس می‌کنند محصولی معتبر و متناسب با سبک زندگی آنها را می‌خرند. فصل 18 راجع به تبلیغات و گسترش صحبت میکنه. میگه تبلیغات باید یه ابزاری برای تقویت داستان و ارزش برند باشه، نه فقط برای فروختن فوری، برای فروش فوری. میگه تبلیغ موفق میاد پیام برند رو به مخاطبان مناسب میرسونه و اونها رو به قبیله برند متصل میکنه. برند دلار شیو کلاب، یک برند اشتراکی تیغ ریش تراشی و محصولات مراقبت شخصی. دلار شیو کلاب با ویدیوی تبلیغاتی ویروسی خود در سال 2012 که مدیرعاملان آن با طنز و صداقت درباره کیفیت تیغ‌ها و مدل اشتراکی مرغوم به صرفه صحبت می‌کرد به شهرت رسید. این تبلیغ نه تنها محصول را معرفی کرد، بلکه داستان برند را راحتی، کیفیت و قیمت مناسب در مقابل برندهای گران قیمت به شکلی سرگرم کننده منتقل کرد. این ویدیو در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بازدید داشت و به سرعت مخاطبانی را جذب کرد که از قیمت‌های بالای تیغ سنتی خسته شده بودند. تبلیغ دلار شیو کلاب به جای تمرکز صرف بر فروش، حس تعلق به یک جنبش مصرف هوشمندانه و طنزآمیز را تقویت کرد. فصل 19 میگه زمانبندی و فوریت. میگه بازاریابی موفق باید در زمان درستش به مخاطبش برسه و باید با ایجاد یه حس فوریت مخاطب رو سریع به اقدام ترغیب کنه. اون زمانبندی درست و فوریت واقعی باعث یه تفاوت بزرگ تو اثر بخش بودن بازاریابی میشه. برند اوی، یک برند چمدان و لوازم سفر که بر طراحی شیک و کاربردی تمرکز دارد. اوی در زمان ظهور سفرهای مدرن و افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام وارد بازار شد. زمانی که مسافران جوان به دنبال محصولاتی شیک و اینستاگرام پسند بودند. این برند با عرضه چمدان‌های جذاب و کاربردی در سال 2015 دقیقاً در زمان نیاز بازار ظاهر شد. اوی از کمپین‌های محدود برای ایجاد حس فوریت استفاده می‌کند و برای مثال آنها چمدان‌هایی با رنگ‌های خاص یا همکاری با طراحان معروف را در تعداد محدود عرضه می‌کنند و اعلام می‌کنند که این محصولات تا تمام شدن موجودی در دسترس هستند. این حس فوریت باعث می‌شود مشتریان سریعتر تصمیم به خرید بگیرند. فصل 20 داستانگویی و اصالت. میگه داستان خوب با اون ارزش و احساسات مخاطب رو میاد درگیر میکنه و باعث میشه که مخاطب اعتماد کنه و یه ارتباط خیلی عمیق با مشتریان برقرار میکنه. میگه داستان واقعی باید هم شفاف باشه و هم مرتبط با هویت برند تا بتونه اون تاثیرگذاری مناسب رو داشته باشه. برند آنستیا داستانی حول تولید نوشیدنی‌های سالم، ارگانیک و با قند کم ساخته است. آنستیا با نمایش فرایند تولید و استفاده از برچسب‌های ساده و شفاف روی محصولات که مواد اولیه و ارزش غذایی را به وضوح نشان می‌دهد، اصالت داستان خود را تقویت می‌کند. آنها همچنین داستان‌های بنیانگذاران که از یک ایده ساده در آشپزخانه شروع کردند را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند که حس صداقت و نزدیکی ایجاد می‌کنند. آنستیا از زمان تأسیس در سال 1998 با تکیه بر داستانگویی اصیل به یکی از برندهای پیشرو در دسته نوشیدنی ارگانیک تبدیل شد. این برند در سال 2011 توسط کوکاکولا خریداری شد، اما همچنان هویت اصیل خود را حفظ کرده و مشتریان وفاداری را جذب کرده که به داستان سالم و پایدار آن باور دارند. فصل 21 راجع به انتشار و رشد ارگانیک صحبت میکنه. میگه بیا به جای اینکه تبلیغات پولی انجام بدی، بیا از طریق اون ارتباطای واقعی بازاریابی دهان به دهان رو گسترش بده.
میگه رشد ارگانیک وقتی میتونه برای تو اتفاق بیفته که مشتریان خودشون به برندهای سفیر شما تبدیل بشن. کنوا، یک پلتفرم طراحی گرافیک آنلاین. کنوا با ارائه یک پلتفرم رایگان و کاربرپسند برای طراحی مانند پوستر، ارائه و پست‌های شبکه اجتماعی پیام خود را به گروه‌های خاصی از مخاطبان مثل معلمان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و اینفلوئنسرها رساند. آنها از کانال‌هایی مثل شبکه‌های اجتماعی و همکاری با اینفلوئنسرهایی برای گسترش دسترسی استفاده کردند. کنوا با ارائه قالب‌های رایگان و امکان اشتراک گذاری آسان طرح‌ها کاربران را تشویق کرد تا آثار خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند که به طور طبیعی برند را تبلیغ می‌کرد. ویژگی‌هایی مثل همکاری تیمی نیز باعث شد کاربران دیگران را با استفاده از کنوا دعوت کنند که به رشد ارگانیک کمک کنند. فصل 22 میان راجع به اعتماد صحبت میکنه. میگه مشتریان قبل از اینکه بخوان خرید کنن باید احساس کنن که اون ریسک‌های مالی به حداقل رسیده. میگه میتونی با ایجاد یه اعتماد و ارائه تعیین‌هایی مثل بازگشت کالا این ریسک رو بیای خیلی کم کنی. زاپوس، یک خرده فروشی آنلاین کفش و پوشاک. زاپوس با ارائه سیاست ارسال و بازگشت رایگان و بازگشت تا 365 روز ریسک خرید آنلاین کفش مثل عدم تناسب یا کیفیت نامناسب را به شدت کاهش داد. این سیاست به مشتریان اطمینان می‌دهد که اگر محصول انتظاراتشان را برآورده نکند ضرر مالی نخواهند کرد. زاپوس روی خدمات مشتریان تمرکز کرده است، مانند پشتیبانی 24 ساعته و تماس‌های تلفنی دوستانه که فراتر از حل مشکلات تجربه‌ای مثبت ایجاد می‌کنند. این خدمات اعتماد مشتریان را جلب می‌کند و آنها را به خرید دوباره ترغیب می‌کند. زاپوس با نمایش نظرات مشتریان و داستان‌های واقعی درباره خدماتش مثل ارسال سریع یا پاسخگویی‌هایی به نیازهای خاص اعتماد را تقویت می‌کند. این اثبات اجتماعی به مشتریان جدید نشان می‌دهد که دیگران با اطمینان از زاپوس خرید کردند. و در نهایت بازاریابی در شرایط بحران. میگه برندها در زمان بحران باید با صداقت و همدلی عمل کنند. برای اینکه بخوای حفظ اعتماد کنی باید خیلی سریع بیای به نیازهای مشتریات پاسخ بدی. Airbnb، پلتفرم رزرو اقامتگاه. در طول همه‌گیری کرونا در سال 2020 Airbnb با چالش‌های بزرگی مواجه شد، زیرا سفرها متوقف شدند و این برند به جای تبلیغات تهاجمی برای رزرو روی همدلی با میزبانان و مهمانان تمرکز کرد. Airbnb سیاست‌های انعطاف‌پذیر لغو رزرو را معرفی کرد و صندوقی برای حمایت مالی از میزبانانی که درآمدشان را از دست داده بودند راه‌اندازی کرد. Airbnb کمپین‌هایی مانند تجربیات آنلاین را راه‌اندازی کرد که به کاربران امکان می‌داد در دوران قرنطینه از طریق ویدیو در کلاس‌های آشپزی، تورهای مجازی یا کارگاه‌های فرهنگی شرکت کنند. این ابتکار به نیازهای جدید مشتریان، سرگرمی و ارتباط در خانه پاسخ داد.